زمانی که لوله موین را به طور عمود در ظرف جیوه قرار میدیم، به علت بزرگی نیروی فلان نسبت به نیروی فلان سطح جیوه اینجوری میشه. ببینید بچه‌ها، کلا این سطح ها رو یاد بگیریم. کلا نیروی همچسبی یا از دگرچسبی بیشتره یا همچسبی از دگرچسبی کمتره. همچسبی بیشتر باشه یعنی چی؟ یعنی به خودش میچسبه. عین کی؟ عین جیوه. جیوه همچسبیش از دگرچسبی چیه؟ بیشتره. خب نتیجه چی میشه؟ موقعی که ما یک سطح جیوه داریم، یه لوله موین توی این قرار میدیم، چون اینها دوست دارن به هم بچسبن، به این حالت در میاد. و زمانی که ما دگر چسبیمون بیشتره، عین آب توی لوله تمیز، به این صورت در میاد. یعنی چی؟ یعنی توی جیوه به علت بزرگی نیروی همچسبی نسبت به نیروی دگرچسبی، سطح جیوه چیه؟ پایین تره. گزینه